زروی ابراهیم و ساکن شهر قرغان تپه معیوبی گروه یکم. من خاله محمد اقبال در تبان برام بیا بس که همی کارا رفتار بده. من تا میدونی که یک بار ما رهره شدیم به خونه و به در شدیم تنج امانیم خدا را شکر. تا میدونی که همی زندگی ما چقدر مشکلی دارم. من پا ندارم در زمستون خنک رفته اومده نمیتونم. من نمیخوام ایتا همی قطع دارم که بس که همی کارا تا این کارو برای ما فایده نمیاره. نه آباد شدیم 1000 بار شکر زندگی و نزدیکی بیمونه با آرد آورده بدن بیمونه ای برنامه معیوبا با یا پامش ما عبدن یاردم مینن. من ای همیشه ما هیچی ندیدم با همی گپ خبر مینی همی مسلمونا به خونه و به در شدن بس دیگه و گپ مردم نه که این مردم باور که همه تشنه صلح صلاحن همه تشنه خونه خودشون. هر یه انسان خونه شد دوست میداره. تو دو جهان میگردی فکری ما را نمینی امیت به من هیچی نرسیده است. همی باور که فقط غمات رسیدنم بیا بس کنه همی کارا را دیگه نمیخوام همی عذابی را که من ببینم یا یگون مثل من یا معیب چلاق ببینم. همی دنیای ما تنچید از خدا را شکر امنیت دختر میریم اومده میتونیم 1000 بار شکر شرایط انسانیت همی کمی شود. شرایط ما در همی قرغان 100 بار شکر به من یک سوم رایم نکرد ایتی یک سوم ندیدم چند سال میشود رفته. نیک ای دولتی که من در همیجا زندگی میانم چیزش میگه شما فشارش میاره به من نرسیده است به شما رسیده است. شما گناه که گناهگار همه وقت گناهگار میگن به گناه چیکار کنم. یک مسلمان همی خوبی کردن میتونه همی خوبی کنم میتونن میننم دیگه نگو یگان گپی خطا بس که با گپی گمراه نره یا خطا کارن تر ایره میزنن تو یاشی ولی همی عمر جوان تو چی دیده پیش خدا و پیش بنده هاش توبه و ندامت که خدا بخشنده. بازم این مردم میدونن کی گناهگاره کی بیگناه میبخشند. از سر تقصیرات ما را یه بار عفو عموم کن. بس که محمدی جون یک دیگه نمیخوام که همین دنیا ناآرام شوه ناآتین شوه. مردم ایره میزنن مردم گمراه مینن. خوب دیگه گپی میگفتنی ندارم محمدی جون. نمیدونم دیگه چی بگم ای دستی من هیچ دیگه نمیآید. لیکن نمیخوام که یکون گپی خطا هم بزنم.